هر چیزی که داخل بدنتون و وجودتون هست رو به بیرون بدید. دم، باز، دم، باز. هر دم یه نقطه شروع داره، یه نقطه وسط داره، یه نقطه پایان. هر بازدم یه نقطه شروع داره، یه نقطه وسط داره، یه نقطه پایان. دم، بازدم، دم، بازدم. تمام آگاهی و تمرکزتون روی نفساتون باشه. ببینین این نفس ها چه شکلی هست. آیا عمیقن؟ بریده بریدن؟ سردن؟ گرمن؟ این نفس ها چه حالی به بدنتون میده؟ با این نفس ها چه احساسات جدیدی رو درون بدنتون دارین تجربه میکنین؟ دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. یه دم عمیق از بینی بگیرین، دستاتون رو جلوی قفسه سینه‌تون بیارین. با هم میخوایم 3 بار مانترای عمر رو تکرار کنیم. هم. 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 یه دم عمیق از بینی بگیریم. آروم سرتون رو به سمت دستاتون خم کنین. با بازدم خیلی آروم چشماتون رو باز. خب دستاتون رو رو پاهاتون بذارین، با شونه هاتون به سمت جلو دایره بکشین. 1، دم و بازدم. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. جهت دایره رو برعکس کنین، به سمت عقب دایره بکشین. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. دستاتون رو سرشونه هاتون بذارین، با دستاتون به سمت جلو دایره بکشین. 1، دم و بازدم. 2، 3، دم. 4، بازدم. 5، 6، 7، 8. جهت دایره رو برعکس کنین، به سمت عقب دایره بکشین. 1، 2، 3،
4 5 6 7 8 دستاتون آزاد کنین، روی پاهاتون بذارین، با گردنتون به سمت جلو نیم دایره بکشید. دم، شونه سمت چپ رو ببینین، بازدم، سرشونه راست، دم، چپ، بازدم، راست، چپ، راست، 3 4 دم و بازدم، 5 6 7 8 جهت نیم دایره رو برعکس کنین، به سمت عقب نیم دایره بکشین، دم بگیرین، شونه راست رو ببینین، بازدم چپ، دم راست، بازدم چپ، 2 3 4 5 6 7 8 دندانتون رو بیارین سمت راست، با دست راست سرتون رو به سمت سوشونه سمت راستتون بکشین. اگه کشش بیشتری میخواین با دست چپ سرشونه سمت چپتون رو به سمت زمین بکشین، اینجا بمونین، نفس بکشین. 1 2 3 4 5 6 7 8 آروم گردنتون رو بیارین سمت چپ، با دست چپ سرتون رو به سمت شونه سمت چپ بکشین. اگه کشش بیشتر میخواین با دست راست سرشونه راست رو به سمت زمین بکشین، پشت کمر صاف، موز نکنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 آروم گردنتون رو آزادش کنین. کف دست سمت راستتون رو بذارین بغل پای سمت راست، دم بگیرین، بازدم دست چپ رو بکشین به سمت سقف. اگه میتونین لگن سمت چپ رو زمین نگهش دارین، آروم سایر دست راست رو بذارین رو زمین، نگاه به سمت انگشتای دست چپ به سمت بالا. 1 2 نفس بکشین. 3 4 5 6 7 8 آروم برگردین، دم بگیرین، دستا رو بیارین به سمت بالا، بازدم پیچ برین به سمت راست، دست چپ رو بزنین رو زانوی راست، دست راست رو بکشین به سمت عقب، پشت کمر صاف، یه پیچ بخورین، سرشونه راستتون رو ببینین. 1 2 3 4 دم و بازدم، 5 6 7 8 آروم برگردین وسط، با دستتون قدم بزنین، بیاین به سمت جلو بدون اینکه باسنتون از زمین جدا شه، تا جایی که میشه دست رو بکشین به سمت جلو، یه کشش خوب به پشت کمرتون، به مهره‌های کمرتون بدین. 1 2 نفستون رو حبس نکنین، نفس جاری باشه. 3 4 5 6 7 8 آروم برگردین بیاین وسط، دم بگیرین، دستاتون رو بکشین به سمت بالا به سمت سقف، بازدم پیچ بخورین به سمت چپ، دست راست رو بزنین رو شونه روی زانوی چپ، دست چپ رو بکشین به سمت عقب، پشت کمر صاف، سرشونه چپ رو ببینین. 1 نفس بکشین. 2 3 شاید بشه الان یکم پیچتون رو عمیق تر کنین، عمیق ترش کنین اگه میشه. 4 5 6
7 و 8. آروم برگردیم بیاین تو 4 دست و پا. دستا اندازه عرض سرشونه، باز پاها اندازه عرض لگن، دستا کاملا زیر سرشونه، زانوها زیر لگن. بریم گربه و گاو. دم بگیرین، به کمر قرص بدین، سینه‌تون و قفس سینه‌تون رو باز کنین، نگاه به سمت بالا. بازدم پشت کمر گرد، نگاه به سمت ناف. دم بگیرین، به کمر قرص بدین، نگاه به سمت بالا، کاو پوز. بازدم پشت کمر رو گرد کنین، نگاه به سمت ناف، کت پوز. دم بگیرین، به کمر قرص بدین، قفس سینه‌تون رو بازش کنین، نگاه به سمت بالا. بازدم پشت کمر گرد، نگاه به سمت ناف. دوباره دیگه دم بگیرین، به کمر قرص بدین، نگاه به سمت بالا، کاو پوز. بازدم کمر رو گرد کنین، نگاه به سمت ناف، کت پوز. یه بار دیگه دم، کاو پوز. بازدم، کت پوز. مورای کمرتون رو صاف کنید، بین انگشتای دستتون رو کاملا باز کنید. دم بگیرین، سرشونه رو بکشین بیارین جلو. بازدم وسط. دم جلو، بازدم وسط. دم جلو، بازدم وسط. دوباره دیگه دم جلو، بازدم وسط. یه بار دیگه دم جلو، بازدم وسط. حالا انگشتای دستتون رو به سمت طرفین باز کنید. سرشونه رو بیارین راست، چپ، راست، چپ، راست، چپ. دوباره دیگه راست، چپ. یه بار دیگه راست و چپ. حالا انگشتای دستتون رو از بیرون بیارین به سمت زانوهاتون. سرشونه رو بیارین عقب، دم، بازدم وسط. دم عقب، بازدم وسط. عقب، وسط. دم عقب، بازدم وسط. دوباره دیگه دم عقب، بازدم وسط. یه بار دیگه دم عقب، بازدم وسط. روی دستاتون رو بزنین روی زمین، انگشتای دست به سمت هم دیگه. یک کم سرشونه رو راست و چپش کنین. سردم بگیرین راست، بازدم چپ، راست، چپ. یه بار دیگه راست و چپ. دستاتون رو به حالت نرمال بزنین رو زمین. دم بگیرین، دست سمت چپ رو بیارین به سمت بالا. بازدم زانوی راست رو از عقب صافش کنین. اگه تعادل دارید خیلی آروم پای راست رو بکشین به سمت عقب. نگاهتون روی زمین باشه. 1 شکم رو تو. 2 نفس بکشین. 3 4 5 6 7 8. دم بگیرین، آرنج چپ و زانوی راست رو به هم برسونین، پشت کمرتون رو گردش کنین. بازدم آرنج چپ و زانوی راست از هم دور شه، به کمر یه قوس کوچولو. دم آرنج چپ، زانوی راست، بازدم عقب. دم زانوی چپ، آرنج چپ، زانوی راست، بازدم عقب. یه بار دیگه دم آرنج چپ، زانوی راست، بازدم عقب. خیلی آروم دست چپ و زانوی راستتون رو بزنین رو زمین. حالا دم بگیرین، دست راست رو بیارین بالا. بازدم زانوی چپ رو از عقب صافش کنین. اگه تعادل دارین پای چپ رو بیارین به سمت بالا. نگاه روی زمین بمونین. 1 2 3 4. شکم تو، نفس بکشین. 5 6 7 8. دم بگیرین، آرنج راست و زانوی چپ رو به هم برسونین، پشت کمر گرد. بازدم برگردونین دست و پا رو. دم آرنج راست، زانوی چپ، بازدم برگردین. دوباره دیگه دم، بازدم. یه بار دیگه دم، بازدم. آروم دست راست و زانوی چپتون رو بزنین رو زمین.
بریم برای پاپی پوز. دم بگیرین، دوتا ساعدتون رو بزنین رو زمین، بازدم آرنجا رو صاف کنین به سمت جلو، سعی کنین قفسه سینه و چونتون رو بزنین روی زمین، بمونین نفس بکشین. 1 2 3 4 5 6 7 8. آروم برگردین، بیاین توی تیبل پوز دوباره. پنجه‌های پاتون رو بزنین رو زمین، دم بگیرین، بازدم خالی کنین، بیاین توی اولی سگ سر پایین، بازتن رو بکشین به سمت سر، سرتون رو آزاد بذارین، گردنتون رو آزاد بذارین، سینه‌تون رو قفس سینه‌تون رو بکشین به سمت چکمتون، با پاهاتون پدال بزنین، پاها رو بیارین روی پاشنه پنجه، پاشنه پنجه، نفس بکشین، پاشنه پنجه. حتی میتونین دونه دونه کف همزمان که دارین پا رو پاشنه پنجه میکنین، یه خورده از وزنتون رو بندازین رو کف دست راست، دوباره رو کف دست چپ، اینجوری پشت کمر، پشت کتفتون کاملا یه کشش خوب میدین. دم بگیرین، سرتون رو بکشین بین دستا، بیاین توی های پلنک، بازدم دونه دونه پاها رو بیارین بین دستاتون، بیاین سر من، نگاه به سمت جلو، پیشونی به ساق پا، دو تا دستا رو ساعد به ساعد به هم بچسبونین، دستتون و سرتون رو آزاد رها کنین به سمت زمین. اجازه بدین جاذبه زمین بدنتون رو بکشه به سمت خودش، پشت زانوهاتون رو احساسش کنین، سرتون رو آزاد بذارین، یکم حتی بدنتون رو میتونین به راست و چپ بچرخونین، احساس معلق بودن رو احساسش کنین. حالا یه دم بگیرین، دستاتون رو آزاد کنین، بذارین روی مت، خیلی آروم پشت کمر با بازدم مهره به مهره با پشت کمر گرد خیلی آروم بیاین به سمت بالا. بریم اولین سلام بر خورشیدمون. بچه‌ها امروز میخوایم پاور وینیاسا کار کنیم. سلام بر خورشید 4 تا سلام بر خورشید معمولی رو میریم، 4 تا بعدی رو سلام بر خورشید 2 رو میریم. حالا با هم کار میکنیم. سر مطاف پا جفت بغل هم دیگه، دم بگیرین، دستا رو بکشیم به سمت بالا به سمت سقف، بازدم با پشت صاف بیاین پایین، پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، دونه دونه پا بره عقب توی های پلنک، بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سرتون رو بکشین بین دستا، دونه دونه پا بیاد بین دستا، نگاه به سمت جلو، بازدم پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستا رو بکشین به سمت بالا، بازدم ساماسی پیشی، دم بگیرین، دستا رو بکشین به سمت بالا، بازدم با پشت صاف بیاین پایین، پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، دونه دونه پا بره عقب، های پلنک، بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سرتون رو بکشین بین دستا، دونه دونه پا بیاد بین دستا، نگاه به سمت جلو، بازدم پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستاتون بکشین به سمت بالا، بازدم آزاد. دم بگیرین، دستاتون رو بکشین به سمت بالا، بازدم با پشت صاف بیاین پایین، پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، دونه دونه پا بره عقب، های پلنک، بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سرتون رو بکشین بین دستا، دونه دونه پا بیاد بین دستا، نگاه به سمت جلو، بازدم پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستاتون رو بکشین به سمت بالا، بازدم آزاد. دم بگیرین، دستاتون رو بکشین به سمت سقف، بازدم و پشت صاف بیاین پایین، پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، دونه دونه پا بره عقب، های پلنک، بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین.
دم بگیرید، سرتون رو بکشین بین دستا، دونه دونه پا بیاد بین دستا، نگاه به سمت جلو، بازدم، پیشونی به ساق پا، دم بگیرین، دستاتون رو بکشین به سمت بالا، بازدم، آزاد. حالا برای سلام بر خورشید 2 از توی اوتکاناسانا یا چرپوز شروع میکنیم. تصور کنین یه صندلی پشت سرتونه، پشت باسنتون، میخواین رو صندلی بشینید، مواظب باشین زانوتون از پنجه پا بیرون نزنه. دم بگیرین، تو همین حالت دستا رو بکشین به سمت بالا، بازدم زانوتون رو صاف کنین، با پشت صاف بیاین پایین، پیشونی به ساق پا. دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو. حالا میتونین جامپ کنین به عقب توی های پلنک، یا میتونین دونه دونه پا رو ببرین. بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سرتون رو بکشین بین دستا، پای سمت راست بیاد بین دستا، فقط پای راست بیاد بین دستا. میخوایم بریم توی جنگجوی 1. پای چپ 45 درجه بذارین رو زمین، زانوی راست خم بمونه، بیاین بالا، کف دستا به هم چسبیده، نگاه به سمت بالا. حالا بازدم دوباره دستا رو بذارین رو زمین، پای جلو بیاد بغل پای عقب، بازدم چاتورانگا. دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرید، سر بکشین بین دستا، پای چپ بیاد بین دستا، پای راست 45 درجه، بیاین جنگجوی 2 واریر 1. دوباره کف دستا با هم چسبیده، دستا بالا، زانوی جلو 90. بازدم دوباره دستا رو بذارین رو زمین، پای جلو بیاد بغل پای عقب، های پلنک، نه پای جلو بیاد بغل پای عقب، نده. بازدم چاتورانگا، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سر بکشین بین دستا، یا جامپ کنین بین دستا، یا دونه دونه پا رو بیارین بین دستا. دوباره توی چرپوز یا اوتکاناسانا، دستا رو بکشین به سمت بالا، زانو خمه تو چرپوزین. بازدم. حالا زانوتون رو صاف کنین، ساماسیتی. فرقش رو فهمیدین؟ فقط یه چرپوز اولش دارین، بینش واریر 1 میرین. بریم 3 تا دیگه. دم بگیرین، تو چرپوز باشین، اوتکاناسانا، زانو خم، دستا رو بکشین به سمت بالا، بازدم و پشت صاف بیارین پایین، پیشونی به ساق پا، باریکلا. دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، یا دونه دونه پا رو ببرین عقب، یا جامپ کنین عقب، های پلنک، بازدم چاتورانگا یا 8 نقطه، دم سگ سر بالا یا کبرا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، پای راست بیاد بین دستا توی واریر 1، دستا به هم چسبیده، دستا رو بیارین به سمت بالا، نگاه به سمت بالا، بازدم دوباره دستا رو بذارین دو طرف پای راست، پای جلو بیاد بغل پای عقب، به این های پلنک، چاتورانگا، دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. دم بگیرین، سرتون بکشین بین دستا، پای چپ بیاد بین دستا، واریر 1 با پای چپ، کف دستا به هم چسبیده، دستا به سمت سقف، نگاه به سمت بالا، بازدم دستا بیاد پایین، دو طرف پای چپ، پای جلو بیاد بغل پای عقب، چاتورانگا، دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. هر چی هم دارین تو ذهنتون میگه خودتونه. دم بگیرین، سرتون بکشین بین دستا، یا دونه دونه پا بیاد بین دستا، یا جامپ کنین بین دستا، دوباره بیاین تو اوتکاناسانا چرپوز، زانو خم، دستا به سمت بالا. حالا آزاد ساماسیتی. ندا پاشو. آفرین پری، ساماسیتی، آزادش کن، زانو تو صاف کن. بریم 2 تا دیگه. دم بگیرین، دوباره اوتکاناسانا، دستا به سمت بالا، بازدم با پشت صاف، پیشونی به ساق پا، باریکلا. دم بگیرین، دستا رو زمین، نگاه به سمت جلو، دونه دونه پا بره عقب، های پلنک، بازدم چاتورانگا، دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. دم سرتون بکش بین دستا، پای راست بیاد بین دستا، واریر 1، دستا به سمت بالا، بازدم دستا بیاد دو طرف پای راست، پای جلو بره بغل پای عقب، چاتورانگا، دم سگ سر بالا، باریکلا پرده، بازدم سگ سر پایین. دم بگیر، سرتو بکش بین دستا، پای چپ بیاد بین دستا، واریر 1 با پای چپ،
دستا به سمت بالا، نگاه به سمت بالا. بازدم دستا دو طرف پای چپ، پای جلو بیاد بغل پای عقب، چاتورانگا. دم سگ سر بالا، بازدم سگ سر پایین. هر یکی دیگه برو لطفا، ندا استراحت کن. دم بگی، سر بکش بین دستات، بیا از سر متت بسته باش استراحت. خیلی هم عالی. آفرین. باریکلا. آفرین پردی. آها. خیلی هم خوب. خب پریس، یه استراحت کوچولو. بچه استراحتتون تو بیبی پوز باشه لطفا. برین تو بیبی پوز. زانوهاتون رو بزنین رو زمین، با آسنتون رو پاشنه پاتون، دستاتون رو کشین به سمت جلو، سعی کنین پیشونیتون رو بزنین رو زمین. 8 نفس اینجا استراحت کنین. 1 2 3 4 5 6 7. خیلی آروم یه دم بگیرین، بازدم بیاین توی سگ سرپایین. توی سگ سرپایین باشین. پای سمت راستتون رو بکشین به سمت بالا، به سمت سقف، تا جایی که میشه لگنتون رو بازش کنین. با پای راستتون دایره بکشین از توی لگنتون، از توی زانوتون، از توی مچ پاتون. اجازه بدین لگن سمت راستتون کاملا باشه. حالا یه دم بگیرین، با بازدم پای راستتون رو بذارینش بیرون پای چپتون. توی والتینگ پست، توی بک بندا میرفتیم قبلا. دست راست رو بکشین به سمت بالا تا جایی که میشه یه خم به عقب، یه بک بند اینجا برین لطفا. بمونین. عالی. 1 2 پرس از بیرون پاتو بذار، از تو گذاشتی. 3 پای راستتو برش بالا، بذارش بیرون. آها. 4 آفرین عالی. 5 6 نه، دست راستت بیار بالا. درست، یه پایت اشتباه. 7 8 حالا از همین جایی که هستین دوباره پای راست رو برش گردونید. بیاین توی ساید پلنک. توی ساید پلنک روی سمت چپتون، یعنی کف دست چپ روی زمین، دوتا پا روی هم، یا میتونید زانوی چپتون رو بزنید رو زمین، پای راستتون رو صافش کنید، ولی دست راست همچنان به سمت سقف باشه. بمونید اینجا. برین تو ساید پلنک. آفرین. 1 باریکلا. 2 نفس بکشین، نگاه به سمت بالا اگه میشه. 3 اگه نمیشه روبرو. 4 5 6 7 آروم دوباره برگردین تو سگ سرپایین. دم بگیرین. حالا پای چپتون رو بکشین بالا، بکشین به سمت سقف. لگنتون رو بازش کنین تا جایی میشه پای چپ رو بکشینش به سمت سقف. با پای چپ از توی لگن، از توی زانو، از توی مچ پا دایره بکشین. خیلی هم عالی. حالا یه دم بگیرین، پای چپ رو بذارینش بیرون پای راه، دست چپتون رو بکشین به سمت بالا، یه خم به عقب تا جایی که میشه برین. آفرین. 1 2 عالی. 3 4 5 6 7 آروم پای سمت چپتون رو برش گردونید. اگه میشه از همونجا بذارینش رو پای راستتون. بیاین تو های پلنک توی با سمت راستتون. اگه سقف زانوی راست رو بذارین رو زمین بمونید، ولی دست چپ هم به سمت سقف بمونه. اگه میشه نگاه به سمت بالا. اگه تو های پلنکی نگاه به سمت بالا، یکم سخته، نگاه به سمت روبرو باشه. 1 2 خیلی هم عالی. 3
4 5 6 7 8 آروم آزاد کنید بریم بیبی پوز استراحت کنید. بمونین تو بیبی پوز. 1 2 3 4 5 6 7 8 دم بگیریم با بازدم برگردیم توی سگ سرپایین. دم بگیریم پای راستتون رو بکشین به سمت بالا به سمت سر. بازدم پای راست رو بیاینش بذارینش بین دستتون ولی زانو تو زانوی چپ رو زمین نذارید. بیاین توی هایلند دستا رو بیارین به سمت بالا کاملا داخل لگنتون بشینین. زانوی جلو 90 همینجا بمونین. نفس بکشین. 1 2 3 4 5 6 شونه ها رو از گوشتون دور کنین. 7 8 حالا کف دستا رو به هم بچسبونید. دستا رو بیارین جلو قفس سینه‌تون. پشت بازوی سمت چپ رو بذارین روی رون راست. یه پیچ بخورین به سمت راست. آرنج راست کاملا به سمت سقف تا جایی که میشه سعی کنین کف دستاتون رو به جناق سینه‌تون نزدیک کنین. خیلی خوب آفرین. 1 نگاه به آرنج سمت راست. 2 3 4 5 6 7 8 آروم برگردیم وسط. دستا رو بیاریم بالا. بیاریم توی وریار 2. 2 تا کف پاها رو به هم برسونیم به زمین. لگنتون رو صافش کنیم به سمت روبرو. زانوی جلو 90. دستا به 2 طرف باز. زانوی راستتون رو 90 خمش کن. نگاه به سمت دست راستتون کامل داخل لگن بشینین. 1 شکم 2 ندا لگن ترخیده. 3 صافش کن مثلا بخاری. 4 باریکلا. 5 6 7 8 ریورس وریار. دست چپ و زانوی راستتون خمه. دست چپ رو بذارین روی پای سمت چپ. دم بگیرین بازدم. دست راست رو بکشین به سمت سقف و به سمت چپ خم شین. زانوی راستتون خم میمونه. 1 ندا زانوی راست خمه. 2 ولی زانوی چپ صافه. 3 2 تا زانو تو خم کردی. 4 زانوی چپ تو صافش کن. 5 باریکلا. 6 7 8 بیاین اکستند ساید انگل. ساعد سمت راستتون رو بزنین روی رون سمت راست. دست چپ رو بکشین به سمت سقف. اگه انعطاف پاتون خوبه خیلی آروم دست راست رو بزنین داخل پای سمت راست و دست چپ رو از بغل گوشتون بکشین به سمت سقف. قفسه سینه‌تون رو بازش کنین. نگاه به سمت بالا. 1 باریکلا. 2 ندا بیشتر داخل لگنت بشین. 3 به سمت راست. 4 5 6 7 8 همونجا 2 تا دستتون یه چرخ بزنین. 2 تا دستتون بزنین 2 طرف پای راست. پای جلو بیاد بغل پای عقب. سگ سر پایین. تو سگ سر پایین بمونین. نفس بکشین. سینه‌تون رو بکشین به سمت شکمتون. باسنتون رو تیزش کنین به سمت سقف. نفس بکشین. 1 شکم و 2 3 4 5 6 7 دم بگیریم. پای چپ رو بکشیم به سمت بالا به سمت سقف. بازدم پای چپ بیاد بین دستاتون. بیاین هایلند. دوباره دستا رو بکشیم به سمت بالا. زانوی عقب بالا باشه. زانوی عقب رو زمین نذارید. دستا به سمت سقف کاملا داخل لگنتون بشینید. زانوی جلو 90 پای عقب رو پنجه. 1 بمونین داخل لگن.
2 نفس بکشید. 3 آفرین. 4 5 نفس ها جاری. 6 7 کف دستا رو به هم بچسبونین، پشت بازوی سمت راستتون رو یه پیچ بیاین بذارین روی رون سمت چپ، آرنج چپ رو بکشین به سمت سقف، نگاه به سمت آرنج سمت چپ تا جایی میشه دستاتون رو به سمت جناق سینه‌تون فشار بدین. 1 خیلی خوب. 2 نفس بکشین. 3 4 5 6 7 عالی. 8 بیاین تو وریار 2 روی پای چپتون بیاین به سمت بالا، لگن 2 تا کف پا رو بزنین رو زمین، لگن رو صافش کنین به سمت روبرو، زانوی چپ 90 بمونه، دستا رو به حالت تی شیپ باز کنین، نگاه به سمت دست چپ، تعریف لگن چرخیده. 1 صافش کن. آها. 2 باریکلا. 3 نگاه دستا توی یه خط نیست. 4 دست عقبی بیار بالاتر. 5 آها باریکلا. 6 7 8 ریورس، دست راست رو بزنین روی پای راست، با دست چپ رو بکشین به سمت سقف، بعد خم شین به سمت راست، زانوی چپتون همچنان خمه. 1 باریکلا. 2 3 4 برو ندا. 5 6 7 8 اکستند ساید انگل، ساعد دست چپتون رو یا بزنین روی رون چپتون، دست راست رو بکشید به سمت بالا، یا اگه انعطاف پای خوبی دارید دست چپ بزنید داخل پای چپ، دست راست از بغل گوشتون بکشین به سمت سقف، نگاه به سمت بالا. 1 قفس سینه‌تون رو بازش کنید. 2 3 4 5 6 7 8 آروم آزاد کنین برین بیبی پول. 8 نفس استراحت کنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 آروم برگردین، دم بگیرین، بازدم برگردین تو سگ سرپایین. دم بگیرید، سرتون رو بکشین بین دستا، دونه دونه پاهاتون رو یا بیارین بین دستا یا جامپ کنین بین دستا. دوباره بیاین توی اوتکاناسانا یا چر پوز. فکر کنین، تصور کنین پشت سرتون یه صندلیه، زانوها 90، باسن رو بکشین به سمت عقب، زانو از پنجه پا بیرون نزنه، دستا از بغل گوش بکشین به سمت سقف، بمونین. نفس بکشین. 1 2 3 4 5 6 7 بمونید، بمونه دا 8 همینجا. کف دستا رو به هم بچسبونین، پشت بازوی سمت چپتون رو بذارین روی رون سمت راست، تو حالت اوتکاناسانا پیچ برین به سمت راست، سرشون آره تو سمت راست رو ببینین. 1 باریکلا، زانوها خم. 2 بشین ندا، بشین رو باسن. 3 باریکلا. 4 نفس بکشین. 5 6 باسنتون رو منقبضش کن. 7 8 دم بگیرین، دوباره برگردین وسط، دستا رو از بغل زانو رو اصلا صافش نکنین، دستا رو از بغل گوش بکشین به سمت بالا، بازدم، دوباره کف دستا به هم چسبیده، پشت بازی راست رو بزنین روی رون سمت چپ، پیچ بخورین به سمت چپ، آرنج چپ رو ببینین. 1 2 3 4 5 بمون پردی. 6 7
آها، 8 بمونین. حالا زانوهاتون رو صاف کنین. ندا بمون. زانوهاتون رو صاف کنین، بیاین به سمت پایین، همچین به سمت جلو. دوتا انگشتای چستتون رو بگیرین، این استراحتتونه. آرنجا رو سعی کنین به دو طرف خم کنین تا جایی میشه پیشونیتون رو نزدیک ساق پاتون کنین، بمونین. یک، زانوها رو تا جایی میشه صافش کنین. دو، کشکک زانوتون رو منقبض کنین. سه، چهار، پنج، شیش، بمونین. هفت، بمونین. هشت، از جلوی پنجه پاتون سعی کنین تا هر جا که میشه کف دستتون رو بندازین کف پاتون. اگه زانوتون خم میشه تو همون حالت بمونین، همون پنجه پا، انگشت شست پا رو بگیرین بمونین. یک، زانوها صاف، پشت کمر صاف. دو، کشش پشت پاتون داشته باشین. سه، پشت کمرتونم. چهار، پنج، شیش، هفت، همونجا بمونین. هشت، همون جایی که هستین دوتا دستاتون رو بذارین رو زمین، نیاز زانوتون رو خم کنین. از همونجا که هستین کلاغ یا کاکاسانا رو یه ذره تمرینش کنین. دوتا کف دستتون بذارین رو زمین، نگاه به سمت روبرو، یه ذره سعی کنین کاکاسانا یا کلاغ رو تمرینش کنین. خیلی هم عالی. حالا روی زمین بشین، استراحت کنین یه ذره. آفرین پردی. باریکلا. آفرین. آفرین. خوب بود. خب همینجوری دارین استراحت میکنین. من یه توضیح در مورد سیکل بعدی بهتون میدم، بعدش با هم بریم. ببینید بچه‌ها، تو سیکل بعدی ما اول از ایگل پوز شروع میکنیم. خب پای چپمون ثابته. پای راست از جلوی پای چپ خم ردش میکنیم. روی پای راست اگه میشه میندازیم پشت ساق پای چپ. دست چپ هم ثابت، دست راست از جلوی دست چپ رد میشه. اینجا 8 تا نفس میمونیم. بعد آزاد میکنیم دست و پامون رو، سعی میکنیم پای راست رو زمین نرسه. اگه نیاز داریم کمربند داشته باشیم. انگشت شست دست راست رو میگیریم، میایم تو اوتیکا پاداهاستاسانا، همینجا میمونیم. بعد از اینجا میایم تو وریار تری، دستا رو میذاریم جلو قفس سینه، میایم به سمت پایین. 8 تا نفس میمونیم. از اینجا میایم تو هفت مون، دست چپ رو میذاریم رو زمین، دست راست رو میکشیم به سمت بالا. حتی اگه میتونیم پای راست رو از پشت خمش کنین، روی پای راستتون رو بگیرید. دوباره سعی میکنیم پای راست به زمین نرسه، برمیگردیم. پای راست رو میذاریم داخل کساله رون پای چپ تو حرکت درست و تمام. من همه اینا رو بهتون میگم، ولی میخواستم باید سیک بیاد دستتون که الان تا اینجوری بیاین زودی تمومش میکنیم. سر متتون واستی، پای چپ ثابت. بچه اگه نیاز دارین بلاک کنارتون باشه، بلاک داشته باشین. اگه نیاز کمربند داشته باشین، کمربند داشته باشین. کمربندتون رو بذارین یه جوری روی شونه سمت راستتون، یه جایی که دیگه از تو حرکت قرار نباشه بیاین بیرون کمربند برده، همونجا کمربند رو بردارین برین. خب پای چپ ثابت. پای راست از جلوی پای چپ رد میشه. زانوی چپ خمه روی پای راست، اگه میشه از جلوی روی پای راست بذارین پشت ساق. دست چپ ثابت. دست راست از جلوی دست چپ رد میشه. باریکلا، بمونین. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. عالی. هشت. حالا خیلی آروم و با آگاهی دست و پاتون رو آزاد کنید. پای راست بالا بمونه. دست چپتون رو بذارینش روی لگن سمت چپ. با دست راست انگشت شست پای راست رو بگیریم، یا کمربند از چپ پای راست دم بگیریم، بازدم پای راست رو به سمت راست بازش کنیم. اوتیکا پاداهاستاسانا، بمونین اینجا. یک،
دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. دستا رو بیارین جلو، قفسه سینه آماده شین برای وریار 3. پای عقب و پای راست رو بیارینش عقب، به یه نقطه روبرو خیره شین. آروم بالا تنه رو بیارین به سمت پایین. دوتا زانوها صاف. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، باریکلا، هفت. همینجا آروم. هشت. بیاین به سمت پایین پایین پایین. دست چپتون رو بذارین جلوی پنجه های پای چپ توی هفت مون. دست راست رو بکشین به سمت بالا. اگه میتونید زانوی راستتون رو از پشت خمش کنین و مچ پای سمت راست یا روی پای سمت راست رو بگیرین. اگه نه که همون هفت مون رو بمونین. یک، دو، دست چپ رو زمین میمونه. ندا. سه، با دست راست پاتون میگیرید. چهار، پنج، باریکلا پردی. شیش، هفت، خیلی هم عالی. هشت. آروم دوتا دستاتون رو بیارین جلو قفسه سینه‌تون. با آگاهی بیاین بالا بدون اینکه پای راست رو بزنین رو زمین. پای راست رو بزنین داخل کشاله رون پای سمت چپتون. بیاین تو حرکت درخت. دستا میتونه جلو قفسه سینه‌تون باشه، میتونه اینم بکشینش به سمت بالا، به سمت سقف، هر کدوم که راحته. یک، دو، برو پردیس، برو. سه، تموم شد. چهار، پنج، شیش، هفت. آزاد کنیم بریم بیبی پوز استراحت کنیم. میدونم الان دو قلوی پای سمت چپتون بسیار درد گرفته. طوری نیست، خوبه. همین طورا میشه پریود میشین. 10 شماره میشمارم تو بیبی پوز بمونین بچه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. آروم برگردیم بالا. روی متتون واسین. قاعدتا الان باید بینش یه وینیاسا میرفتیم، یعنی میخوایم بریم بیاین بیاین. بیاین تو سگ سرپایین. وینیاسامون رو بریم اصلا سیکلمون رو ناقصش نکن. ببخشید توی های پلنک باشین. از توی های پلنک با دم بگیریم. بازدم چاتورانگا. دم سگ سر بالا. بازدم سگ سر پایین. دم بگیرید، سرتون رو بکشین بین دستا. دونه دونه پا بیاد بین دستا یا جامپ کنید بین دستا. نگاه به سمت جلو. بازدم پیشونی به ساق پا. دم بگیرید، دستا رو بکشین بالا. بازدم آزاد بریم با پای راست. پای راست ثابت. پای چپ از جلوی پای راست رد. زانوی راست خم میشه، روی پای چپ میره پشت ساق پای سمت راست. دست راست ثابت. دست چپ از جلوی دست راست رد میشه، کف دست با هم چسبیده بمونین. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت. عالی. هشت. خیلی آروم پای چپتون آزادش کنید، دستتون آزادش کنید. دست راست رو بزنید روی هیپ سمت راست. با دست چپ انگشت شست پای سمت چپ یا کمربند. پای چپ رو بیارین به سمت چپ بازش کنید. اوتیتا پاداهاستاسانا. اگه تعادل دارید نگاه به سرشونه راستتون. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. آروم پاتون رو آزاد کنید. دستا رو بیارین جلو قفس سینه بدون اینکه پای چپ بیاد رو زمین. بیاین وریار 3 به یه نقطه روبرو خیره شید. پای چپ بیاد بالا، سینه بیاد پایین. دوتا زانوها منقبض و صاف. یک، دو، سه، چهار، پنج،
6 7 8 آروم همینجا بیاین پایین، بیاین پایین. دست راستتون رو بذارید جلو پنجه‌های پای راست، دست چپ رو لگن بمونه. حالا اگه تعادل داریم دست چپ رو بازش کنیم به سمت سقف، سینه رو بازش کنیم به سمت بالا. اگه بازم تعادل داریم زانوی چپ رو از پشت خمش کنیم با دست چپ، یا مچ پا یا روی پای سمت چپ رو بگیریم. یک، کشش تو 4 سر پای سمت چپتون رو بر عقب. 2، باریکلا. 3، ندا اصلا اصراری نیست که پاتو بگیری. 4، تو هفتمون بمون. 5 6 7، خیلی هم عالی. 8 آروم بیاین به سمت بالا بدون اینکه پای چپ بیاد رو زمین. حالا پای چپ رو بیارینش بذارینش داخل کچاله رون پای سمت راست. بیاین تو تریپل، بیاد درخت، دست جلو قفس سینه یا به سمت سقف بمونه. 1 2 3 4 5 6 7 8. آروم آزادش کنیم. به شکم دراز یه ذره آب بخوریم بعد به شکم دراز بگیم. خیلی آب نخوریم، فقط یه قلاب کوچولو. به شکم دراز بکشیم. دستتون رو به سمت جلو صاف کنید، پاها روی پنجه باشه. دم بگیریم، باز دم خالی کنید. دستاتون رو بکشین به سمت بالا، سعی کنید سینه رو از زمین جدا کنید. پاها رو هم بکشین به سمت بالا، سعی کنید زانوها رو از زمین جدا کنید. بمونید. 1 باریکلا. 2 3 فیلای کمرتون رو منقبض کنید. 4 5 6 7، خیلی هم عالی. 8 آروم برگردین. پاهاتون رو از پشت، زانوهاتون رو خم کنید. از پشت دوتا روی پاهاتون رو بگیرید برای آماده شدن برای بوت پوز یا قایق. دم بگیریم، بازدم خالی کنید. سعی کنید پاهاتون رو از زمین جدا کنید و پشت کتفتون رو منقبض کنید. بکشین به سمت بالا، سینه و پاها رو از زمین جدا کنین. 1 بمونین. باریکلا. 2 نفس بکشین بچه‌ها. 3 4 5 6 7، عالی. 8 آروم برگردین. روی زانوهاتون باشین برای کمل پوز. تموم. روی زانوهاتون باشین. دوتا زانوهاتون رو زمین بزنین. ندا پاشو پاشو پاشو. بین دوتا زانوها اندازه دوتا مشت دست باز باشه. برای کمر پست 3 تا حالت داریم. یا میتونید دستاتون رو بزنید پشت کمرتون، دم بگیریم، باز دم خالی کنید، یا خم به عقب برین، یا میتونید یه دونه از دستاتون رو بذارین کف پا، یک از کف پاهاتون و اون یکی، یعنی اگه دست چپ رو میذارین کف پای چپ، دست راست رو بکشین به سمت بالا و حرکت کاملش اینه که دوتا دست رو بذارین کف پاتون، لگن رو بکشین به سمت جلو، سر و گردن از پشت آویزون بذارین. هر آپشنی که راحت ترین، فقط اگه این که زانو دردین حتما تو زیر زانوتون بذارین. بریم کمر پوزو. عالی. بریم. 1 2 آفرین. 3 4 5 6 7، خیلی هم خوب. 8. همینجا که هستین دوتا دستاتون رو بزنین جلوی دوتا زانوهاتون، برگردین تو سگ سر پایین. پای راستتون رو از تو سگ سر پایین بکشین به سمت سقف. دم بگیرین. پای راست رو بکشین به سمت سقف. بازدم ساق پای سمت راستتون رو بیارین بذارین پشت مچ دستاتون توی هفتیجن یا نیمه کبوتر. دوتا ساق پای راستتون بیارین نزدیک دستاتون یا بین دستاتون، حتی اگه میشه بذارین کاملا داخل لگنتون بشینین. زانوی راستتون پشت مچ دست سمت راستتون، دستا جلوی زانو،
دم بگیرین، قفس سینه رو بازش کنین، بازدم همشین بیاین به سمت جلو. دوتا ساعدتون رو بذارین جلوی زانوی سمت راستتون، پیشونیتون رو بذارین روی دوتا ساعدتون، یکم استراحت کنین. اینجا نفس بکشین، به تغییراتی تو بدنتون ایجاد شده آگاه بشین، به حس خوبی که توی این حرکت دارین آگاه بشین، به زمین زیر سرتون آگاه باشین، به نفساتون آگاه باشین، از بدنتون ممنون باشین که امروز اینجوری باهاتون راه اومد. هر وقت آماده بودید خیلی آروم سرتون رو بیارین به سمت بالا، کف دستاتون رو بذارین رو زمین، قفس سینه‌تون رو بازش کنین، خیلی آروم پای جلو رو بیارین بغل پا عقب، برگردین تو سگ سر پایین. دم بگیرین، پای چپ رو بکشین به سمت بالا به سمت سقف، بازدم ساق پای سمت چپ رو بیارین بزنین بین دستاتون یا پشت مچ دوتا دستاتون، زانوی چپ میاد پشت مچ دست سمت چپتون، کاملا داخل لگنتون بشینین، لگنتون رو صاف کنین، به راست و چپ نیفتین، آروم دوتا ساعدتون رو بزنین رو زمین، خیلی آروم پیشونیتون رو بزنین رو ساعدتون، یه استراحت به پای سمت چپتون بدین. ببینید بعد هر سختی یه آسونی هست، یه حس خوبی هست، فقط باید واقعا از اون سختی ها درس بگیریم، بعد اون حس خوبه بهتون خیلی حال میده. مثل این پیجنی که الان داریم، اگه یه تمرین آسون کرده بودین الان این پیجنه بهتون حال نمیده. خیلی آروم سرتون رو بیارین بالا، کف دستاتون رو بذارین روی زمین، همینجا چهارزانو روی زمین، چهارزانو نه یعنی روی زمین، به روی بازتنتون بچینین، کف پاهاتون رو به هم بچسبونید و تا جای میشه کف پاتون رو نزدیک لگنتون کنین، یه جای کوچولو بیارین جلو، کامل سر کنین پاشنه پاتون رو نزدیک لگنتون کنین، پنجه پاتون رو بگیرید به حالت پروانه، یکم با زانوهاتون بال بزنید. خیلی هم عالی. از همین جایی که هستین پای چپتون رو صافش کنین، پای راست داخل کشاله رون پای سمت چپ بمونه، دم بگیرین، دستا رو بکشین به سمت بالا، بیاین توی جانو شیرشاستان تا بیاین روی پای سمت چپتون، کف پای سمت چپ رو اگه میشه بگیرین اگه نمیشه کمربند استفاده کنید، بیاین داخل زانوی سمت چپ، جای میشه پیشونیتون رو نزدیک ساق پای چپ کنین، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. آروم برگردین، پای چپ رو به سمت چپ یکم بازش کنین، با دست چپ لبه تیغه بیرونی پای چپ رو بگیرین، دم بگیرین، دست راست رو بکشین به سمت بالا، بازدم به سمت چپ خم شین، با دست راست هر نقطه از پای چپ رو که میتونین بگیرین، سعی کنید سرتون از زیر بغل سمت راست بکشین بیرون، سقف رو ببینین، یک، دو، سه، چهار، پنج و شیش. آروم برگردین، دوتا دستاتون رو پشت باسنتون بذارین، انگشتا به سمت باسن، دم بگیرین، بازدم خالی کنین، باسن رو بکشین به سمت بالا، زانوی راست رو بزنین رو زمین، بمونین، سر رو از پشت آویزون نگهش دارین، یک، دو، سه، چهار، پنج و شیش. آروم برگردین، جای پاهاتون رو عوض کنین، پای راست رو صافش کنین، پای چپ رو داخل زانو پای سمت راست بذارین، دم بگیرین، دستا رو بکشین به سمت بالا، بازدم به پشت صاف بیاین پایین، هر نقطه از پای راستی که میتونین بگیرین، پیشونی رو سعی کنین نزدیک ساق پای راستتون کنین، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. آروم برگردین، پای راست رو به سمت راست بازش کنید، با دست راست لبه تیغه بیرونی پای راست رو بگیرین، دم بگیرین، دست چپ رو بکشین به سمت سقف، بازدم
به سمت راست خم شید. با دست چپ هر نقطه از پای راست که میتونین بگیرید، سرتون رو از زیر بغل سمت چپ بکشین بیرون. سقف رو ببینین. 1 2 3 4 5 و 6. آروم برگردین. دستاتون رو پشت باسنتون بذارین، انگشتا به سمت باسن، دم بازدم. بدن و باسن رو بکشین به سمت بالا. زانوی چپ رو بزنین رو زمین. سر و گردن از پشت آویزونش کنین. 1 2 3 4 5 و 6. آروم آزادش کنین. برگردین و به کمر دراز بکشین. پاهاتون رو توی شکمتون بکشین. زانوهاتون رو بغل کنین. کمرتون رو به راست و چپ بچرخونین. کمرتون رو بیارین راست چپ راست چپ راست و چپ. پای چپ و صافش کنین، رو زمین بذارین. پای راست تو شکمتون بمونه. نگهش دارین. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. با دست چپ بیرون زانوی سمت راست رو بگیریم. پای راست رو بیارینش به سمت چپ. دست راستتون رو بازش کنین. نگاه به سمت دست راست. 1 2 3 4 5. آروم پای راستتون رو آزادش کنین. پای چپ رو بکشین تو شکمتون. نگهش دارین. 1 2 3 4 5 و 6. با دست راست بیرون زانوی سمت چپ رو بگیریم. پا رو بیارین سمت راست. دست چپ رو بازش کنین. نگاه به سمت دست چپ. 1 2 3 4 5 و 6. آروم آزاد کنین. دوتا زانوهاتون رو خم کنین. کف پاهاتون رو روی زمین بذارین. دوتا دستاتون رو به دو طرف باز کنین. دوتا پا رو با زانوی خم بیارین سمت راست. نگاه و گردنتون رو بیارین سمت چپ. 1 باریکلا. 2 3 4 5 6 7 8. پاهاتون رو بیارین سمت چپ. نگاه و گردنتون رو بیارین سمت راست. 1 2 3 4 5 6. آروم آزاد کنین. پاهاتون رو دوباره زانوهاتون رو تو شکمتون بکشین. زیر زانوهاتون رو بگیرین. چند تا گهواره به جلو و عقب بزنین. بعد 3 4 تا گهواره روی متتون بشینین. با پای لوتوس یا نیمه لوتوس باشین لطفا. عالی. 2 تا انگشت اشاره و وسط دست سمت راستتون. انگشت اشاره و شست دست سمت چپ رو بزنید رو زانوتون. پشت کمر صاف، گوز نکنید. انگشت اشاره و دست اشاره و وسط دست سمت راست رو بزنید بین ابروهاتون جلو چشم سوم. انگشت شست روی سوراخ بینی راست. انگشت حلقه روی سوراخ بینی سمت چپ. دم از سوراخ بینی سمت چپ. 1 2 بازدم راست. 1 2 3 4 دم راست. 1 2 بازدم چپ. 1 2 3 4 دم چپ. 1 2 بازدم راست. 1 2 3 4 دم راست. 1 2 بازدم چپ. 1 2 3 4 دم چپ. 1
دو. نفستون رو به نگه دارین. 1 2 3 4 بازدم راست. 1 2 3 4 دم راست. 1 2 3 4 نفستون رو نگهش دارین. 1 2 3 4 بازدم چپ. 1 2 3 4 دستاتون رو آزاد کنین. یه دم و بازدم عمیق از بینی بگیرید. یه دونه دیگه. پاهاتون رو آزادش کنین. دستاتون رو آزاد کنین. آماده شین برای شاباسانا. اگه نیاز دارین چیزی زیر زانوتون بذارین. اگه نیاز دارین پتو بکشین روتون بکشین. اگه نیاز دارین چیزی زیر سرتون بذارین. آروم و راحت دراز بکشین. پاهاتون رو اندازه عرض مت باز کنین. دستاتون رو از بدنتون فاصله بدین. روی پاها روی زمین. روی دستا روی زمین. کف دستا به سمت سر. تمام انقباضات و خستگی ها رو از بدنتون خارج کنین. بدنتون رو مثل یه فرش روی زمین پخش و پهن کنین. شروع به کشیدن نفس‌های عمیق کنید. خودتون را به لحظه حال دعوت کنید. پاها ریلکس، شکم ریلکس، قفسه سینه ریلکس، کمر ریلکس، دست چپ ریلکس، دست راست ریلکس، شانه ها، گردن، صورت و سر ریلکس. آگاه و متوجه تنفس طبیعی خودتون باش. آگاه به بدن. هوشیار به احساسات بدن. بدن من موضوعی است تعریف شده در آگاهی من. بدن من نیست. مشاهدهگر بدن فیزیکی خودتون باشید. آگاه به تنفس. تنفس موضوعی است در آگاهی من. من مشاهدهگر تنفس خود هستم. آگاه به افکار. افکار موضوعی است در آگاهی من. افکار نمیتواند ذات من و اصل من باشد. تنها مشاهدهگر افکار خود هستم. به احساسات، خاطره ها، خواسته ها، کرکتر خود آگاه هستم. هیچ کدام من نیستند، بلکه موضوعی در فضای آگاهی من هستم. من مشاهدهگر، نظارهگر هستم. آگاه به افکار که شکل میگیرند. آگاه به صداهایی که میشنوم. اینها همه در فضای هوشیاری و آگاهی در جریان و حرکت هستند. من اینجا هستم قبل از اینکه فکری شکل بگیرد.
من اینجا هستم وقتی که فکرها حاضر هستم. من اینجا هستم وقتی که فکر گذر می کند و در فضای خالی محو می شود. من مشاهده‌گر هستم. من آنچه دریافت می کنم یا درک می کنم نیستم. هرچه درک می کنم موضوعی است در فضای آگاهی من. من مشاهده‌گر هستم. هر آنچه خود را نشان می دهد گذراست، اما من مشاهده‌گر ثابت هستم. من درک کننده این آگاهی ثابت هستم. توجه خود را از هرچه در فضای آگاهی من قرار میگیره برمیدارم و به خود مشاهده‌گر برمیگردم. اگر چیزی خاص تعریفی از من باشد آن را کنار میگذارم. به لیبل ها، به صفت ها اجازه گذر میدهم. از خود میپرسم من چه کسی هستم که این افکار رو مشاهده میکنم. از خود میپرسم من چه کسی هستم که این کلمات را میشنوم. برای رسیدن به پاسخ هیچ عجله‌ای نیست. هرچه فکر یا حس کردم آن نیستم. مشاهده‌گر باقی میمانم. من کیستم؟ آگاه به حضور در لحظه حال، در این حال درونی، رها از داستان و تاریخچه، بدون وابستگی، جدا از